پول مخلصانی کانال ساموی توی یکترینبورگ. من هستم پرویز از کانال ساموی توی یکترینبورگ. در اینجا جان خود را در خطر موندم، برای شما نوار گرفته ایستادم. کوبرا بیارش مایداک نمیشه کام شد. ما مایداک شو بگی اول اول مایداک شو بگی. اوه بچه چیکار بگذاریم؟ سکما بگذارم. نه برادران عزیز چکری کو مرگوش کتا کتا دیدم. چکری در جای خطرناک میشه ها؟ پس نه برادران عزیز یه چکری گذاشتم میگذاریم. در اینجا احتیاط باشین که دیگر نمود حشرات ها زندگی میکنن. یکی از آنها کالتاکلس سوسمور میباشد. چوکلا نداره؟ اینه چوکلا. اینه بودرینگلاگ نیست؟ اینه گلی بودرینگا میتونید که شما استفاده برای همچون خوراک. از سبب تنش گوش بوی بودرینگ میکند. از سببی که تنش پری مرچه است ما ایره نمیخوریم. نه برادران عزیز ببینید که چقدر گذاشتن اینجا مشکلی دارد. کیو میره؟ اونجا برو میتونی؟ اکجرا؟ ببین اصلا درام ندارم میبرم این اون درام چی گفته بدرنده؟ چکری در کم درم؟ اون موبایل باک چو میره؟ اون برو خواستم خواهد قبل جا میبینم رفتیم خواهد چکو میکنیم؟ رفتی او تا قبل برما میشم تا بریم اونا طور دا چکری پر بدای کو؟ نه اونا ای باری بولو بین؟ او اونا بولو اونجا ای پر نکنیم برو رفتیم نه تامه برو رفتیم تا قبل میریم تا قبل میریم. برادران عزیز چه گذاشتیم ما؟ البته ما برای چکری چیندن اومدیم و نه تنها برای چکری چیندن و فایده خود اومدیم که تا که شما هم ببینید. وقتی که در حالتی که شما در اینجا تماشا میبینید و رهگم میزنید باید شما چیکار کنید؟ در حالت گشنه مونده شما از میوه ها، از سبزه ها، از علف ها، از خود چشمه که در پایان یعنی کوه است استفاده برای انا پایان ده از جو میفهمید که در آنجا چشمه است. هر آنجایی که طرفی نمی دارد معلوم میشود که در آنجا چشمه است و در لب چشمه همه وقت بسیار آوازهای چمچقه هر نمود پرنده یا که حشرات. در حالت شما گوش کردن با دقت شما میبینید که نداره چکلا کو چیندن. در حالت شما شنیدن آواز پرنده زیاد با همون طرف حرکت کنید تا که آب بیفته و تشنگی نمورید. من راهی که ما گذاشتم شما ببینید چه راه هست. بسم الله. اوپا کمتر خطایا با حرکت والا رسانت بیا این تا بیرون خانه بریم خانه بریم چشمه؟ نه پر نمیبریم پر میبریم ما تاده چشمه تاده؟ این خانه در چشمه زن او اونا گرفتیم دستون که تشکیل نمارده این تا میتونیم ببریم بریم نجا چشمه ایزا خواه خواهر آدم چشمه میتونم برادران عزیز ما خود کامیراچی هستیم و خود برنده برادران عزیز ما دو کس به اینجا آمدیم. یکی از ما نواربردار است
از سبب راه گفتن پیش رفتن البته وقتی کامera کنی نداره. شما بیاد که در اینجا چه خیلی من گذارم. در اینجا بند نیست، تنها آنه درختی کوچیک، درختی چی درختی است که خور دارد. در اینجا تنها درختان شما را یاردم میکند که با پایان فروید و یاری شاخچه‌های درخت‌ها. در اینجا بسیار رستنی‌های هستند، بسیار سبزیجات علف‌های هستند که با خود ارگانیسم شما نمیگرد، برای همین یا فخ میگردی یا که تنت سرخ میشه. چرا که تنه ما سرخ شده است، تنت سرخ میشه. بلابا چشمه مالی میفریم چی بانی فروی ها خب اینجا پارتون نمیشه. برادران عزیز، کلی مخلصان کانال سنبای توی یکتریبورگ همراه من با پایان رفتیم. من در حالت گشنه موندن. البته گل بادرینگ در اینجا به نهایت بسیار است. احتیاط کنید که وقتی خوردن در درونش پشه نباشد، پشه، مورچه، اگه نمود اشرات نباشد. اینو پیرش هم نخورید یا شککش هم حلقه پیر شده است. نه که بویش بوی بادرینگ میکنه. چیزی که شما نشناسید بهترش نخورید. لیکن گل بادرینگ حلقه از بویش معلوم میشود. وقتی که یاش باشد بویش میبرد، پیر کشید بو ندارد. حلقه شما میفهمید که پیر شده است. حلقه سلام بشه برادران عزیز. ما از کجا اومد؟ در اول تماشا میکنی میبینی خیال میکنی که به نهایت آسان است. وقتی که خودت با اینجا میبینی قدر راه گشتن در کوه چقدر پین است بعد میفهمی. عزیز ما با پایان با چشمه میرویم تا که چشمه را با نوار گیریم و پیشکش شما کنیم. البته در اینجا گشنه نمیمونید، برای که در اینجا سنگپشت هست، مور هست. در اینجا سنگپشت، مور، رستنی چکری هست، چوکله هست و خود پیسته خام. در حالت هیچی نیفتن شما میتونید که ساک پیسته رو، دانه پیسته رو در هم پرتافته چیدن گرفت، به خاطر که مزهش ترش مزه است. چقدر کالری به شما میتیه. کجا شدی؟ هیچی افتی چشم را؟ اینا چوکله هستن. در بینشون اگر یک تا نرکین میگن اگر باشد همه گرفته میخوریم، اگر نباشد نه. نمیشه خورده. شلنگش هم میکنیم با میمونه. بخشش از سبب گوناگون بودن علف ها البته اخصا میره بودرینگلاک بو کشید رنگش رو نمیخیل است. بو میکشید اگر با بودرینگ مونم باشد ایتان کن کنده یخنه پید باشد تلخ باشد نخورید. چیزی را که نشناسید هیچ محل کوشش نکنید که از گوشنگی مرده سوشن با دهان نگیرید. در اینجا من چیزی دیدم که دایده رفته است. چی باشد؟ در اینجا چیز بود که دایده رفته بود. من کار اسپید نکردم که ببینم چی بود است. شاید مار بود،
شاید که دیگر چیز احتیاط باشید که خزنده ها در اینجا بنهایت بسیار است. چشمه هست؟ حاضر پایان قلبیم چون میکنه بخشیستی کانال سامبای تیوی ده نمیتونی گپ گفتنی نیست. هوپا اوه راه نیست ها نه که نباشه البته ما با تا نمیریم در اینجا علف بیام بوده است ها این شلنگ اشکالیتر هم با اون زندگی میکنم با دماردو ولی میره اوشون بانجا چشمه را گیرستان ها بیو از پایان بسیم چون میکنم شلنگ این هست شلنگ اصلا میگه نخواهد اوی میکنیم با قبل که باید پایان را اپا میبندیمش با اوی روی برای یک قطره آب چشمه خوردن 100 کیلومتر هم که بیای 500 کیلومتر هم بیای 2 روز هم از آب هم کشی میارزه برای که آب تازه چشمه است این چشمه کلوبجون میگن خیلیت که من بینید بخلشکا موندیان که نفرمید که با اینجا میان البته چیکار کنن آب خورن اگر و محکم بود نمیتونستن مردم آب خورن خنک چیکله کمام کار اس کفوش برادران عزیز در بسیار آدم آب میخورن ما میخواستم که در تگ همه آب یک آبوزی کنم رستیگه به نهایت آبی شاید که شیفو رنگ باشه از چشمه همش شفایی است آبوزی کردن من در اینجا شرط نیست برای که از این آب مردم انتظارن آب خورن درختشون آب تیان تنها من در اینجا میخوام که آب نوشم توندم یکی سیر کنم وقتی آب نوشیدنی شدین احتیاط کنیم من دیدین چقدر چیرکنه دهنی همه شلنگ چیرک من ببینید چی نمود پارازیت ها در اینجا جمع میشوند برای همه یک بار دو بار دهنی همه شلنگ تازه کنید طرز درست خوردن آب از اینجا اگر یگان رمولچه داشته باشید بهترش یگان رمولچه یا که یگان لطه داشته باشید در دهنی یعنی شلنگ میمونید و بعد می نوشید هر آن آبی که شما در راه وا خوردین البته نوشیدنش برای شما خطرناک است لیکن این علاقه معلوم میشود که مردم از اینجا بسیار آب می نوشند و درختاشون آب میتن این آب بی ضرر است این طرف یکی اون طرف است برادران عزیز در حالت تازه کردن دهن شلنگ ما میتونیم بعضی آب بشیم من ببینید خیلی آب چیرکین است به نهایت این آب چیرکین بوده است از این آب نوشیدن هم با حیات شما خطرناک است در اینجا زیاده از چند نمود متال ها در این آب است وقتی که شما از این آب تازه نکرده میخورید البته با حیات شما زلال میورد من به شما نشون میدم که این آب چقدر خطرناک است برای حیات شما یکی آب چشمه است بعضی از مردم میگوید در دایره 5 من وا خوردم که منجو که اون با منجو که با 10 گرم یا 20 گرم خون برابر است و پرسان شدم که برای چی اینقدر خون داره و شما میخورید کسل نمیشید چون این جواب دادن که تا حاضر اولی از این آب یگان کس کسل نشده است گرچه در یک منجوک 1 میلی گرم خودی خون باشد اما هم از گپی وی را گوش کرده با این خونی که در این شلنگ است در این چشمه است ما نگاه نکرده از این چشمه آب می‌نوشیم حالی آب این چشمه یگان کس نکشته است باوری دارم که شما را هم نمیکشه یکی به نهایت جزیره است البته بهتر است یکم بقلشکه داشته باشین در بقلشکه گیرین در بقلشکه گیرین تحشین که شود بعد بخورین یک به یک کم دارد این آب در اینجا یکم کلوشکه هم نیست که شما از اینجا آب گرفته خورید برای این چیکار کردن در کار وقتی که مایکه داشته باشید شما مایکه داشته باشید که لطه داشته باشید من که آب هم میمونید وقتی که خیلی موندید مایکه را دیده
وقتی که مونده پایان میکنید نگاه کنید آب میاد. آب همین که به حضور میبروید که آب علاقه فیلتراسیون میشود. یگم نمود خم نداره. برای از چشمه آب خوردن دونستان در کار. برای آب تازه‌ش خوردن. البته مایکای ما مایکای پختگین است و نمیموند که یگم مایده سنگ یا کلوخ یا که ریگ از اینجا گذرد. در حالتی که شما از میبینید که از مایکا یک گرد چند سنگ میگذرد، شما کوشش کنید که مایکا رو به دو قوت تبدیل کنید. وقتی که تر میشود سنگو میگذرد. دو قوت میکنیم، روی آب رو من میکنیم و سخت میداریم. در حالت داشتن آب زوری میکنه که به بیرون بروید. وقتی بیرون برومد علاقه فیلتراسیون میشه. از سببی که اگه چی نداشته باشید لیکن میتونید که مایکاتون استفاده برید. این آب رو چقدر کی بخوری همونقدر با مزه. این آب چشمه است. چقدر که شما خوردید همونقدر شما تشنگیتون همونقدر میشکنه. انا با دقت باشید که من به شما نشون دادم که چقدر باید آب رو از چشمه نوشید. بزلا میگیریم تمام. عمر جان یاد گرفتی؟ ای ما میخوام کمه چیزی فلان را. در حالتی که آب رو تازه خوردن من نشون دادم که باید چیکار کنیم. رای نه؟ مالا خشلو ببام رو. ای سرشته این سیم. کو؟ نه سیم ایالقه او. البته در یک جا رفته شما وقتی که آب می نوشید هر جایی که پا نهادی آنجا را گم مکن. هر آشیانه که آش خوردی اون آشیانه را گم مکن. البته از کجایی که شما آب خوردید همون را چخیلی که بود همون خیلی سوز کرده رویم که باز یک مسافر دیگه اومده از اینجا آب خوره. همین جای رفتیم همونجا را نرینیم گفتیم گپو. سلامت باشین برادران عزیز. کلی مخلصان کانال سامبای تیوی که تیم بود. این بود چشمه 18 پاوراتای شهر کلای بستانی. تمام.